درود، وقتتون بخیر. خوش اومدید به چنل آژان. سوژه این اپیزود یه سوژه واقعا جذاب و جالبه که اتفاقا توی رسانه‌های ایرانی اصلا بهش پرداخته نشد و حیف واقعا، و درام خیلی بالایی هم داره. سوژه فردی به اسم ژاووی که بیشتر مشهوره به دیکتاتور دنیای جنایتکاران و تبهکاران و کلاهبرداران. ماجراش اینه که چطور تونست یک دولت خودمختار رو برای خودش راه اندازی بکنه برای کارهای کلاهبرداری و قاچاق. ما قبلا تو ویدیوی پیگ باچرینگ، سلاخی خوک، قصابی خوک، به یه مدل از کلاهبرداری پرداختیم که کلی آدم تو کمپن زندانیان و مجبورن که از آدمهای دیگه کلاهبرداری بکنن. برای ما ایرانی هم زیاده این پیاما میاد. این کلاهبردارا و اون کمپا زیر مجموعه هلدینگیه که این ژاووی راه انداخت، یعنی پدرخوانده همه کلاهبرداران سایبریه که تو دنیا دارن کار انجام میدن و مشخص پایگاهشون توی یک منطقه به اسم مثلث طلایی به این اسم شناخته میشه. این منطقه بدنام و تاریخی مثلث طلایی توی کرانه‌های مه‌آلود رودخانه مکونگ در مرز تایلند، میانمار و لاوس. خیلی جالبه، یه سمت رودخونه خاک تایلنده که روستاهای محلی داره، پر از این تابلوها که پلیس تایلند هشدار داده که در خطر گروه‌های قاچاق انسان قرار دارید اینجا. اون سمت این رود وارد خاکش که میشی، در واقع وارد خاک جمهوری دموکراتیک خلق لاوس که میشی، پر از تابلوهای نئونی، آسمون خراش‌های متعدد، از جاده‌های خاکی مالرو یهو وارد اتوبان‌های شش بانده میشی. به مدرن ترین شکل ممکن همه چیز عوض میشه. و طی این سالها هم کلی ماجرا اتفاق افتاده اونجا که حالا میرسیم بهش. اول ببینیم این ژاووی که واقعا یه نابغه دیکتاتور توی دنیای خلافکارها چی شد که به اینجا رسید. این 1952 توی شمال چین به دنیا میاد. اول یه تاجر چوب بوده. تو اون دوره که خصوصا دهه 90 این خیلی درگیر این شغل بود. اقتصاد چین هم در حال تجربه یک رشد سریع بود. طبقه جدیدی از ثروتمندا داشتن ظاهر می شدن. اون موقع تجارتی چوب پر از فساد و قاچاق و رشوه و مقامات و اینها بود. تو اون حوزه چند تا تجربه یاد گرفت که چطوری لوجستیک رو طراحی بکنه، چطوری همکاری با مقامات رو راه بندازه، شبکه ارتباطاتش رو چطوری راه اندازی بکنه. یاد گرفت چجوری میشه تو جاهایی که قانون ضعیفه پول در آورد. این تو این دوره که گفتم طبقه جدیدی از پولداران می اومدن، فهمید که پول دیگه توی جابجایی فیزیکی کالا نیست تا کی هی چوب ببره بیاره، چون اینکه نمیخواست سالم رشد کنه، دلش میخواست سریع پولدار بشه و براش مهم نبود کی قربانی این مسیر میشه دیگه. فهمید ثروتمند شدن این مدلی یک شبه راهش استفاده از طمع مردمه که تو روانشناسی کنی آدم‌ها رو و بتونی از طمعشون استفاده کنی. همینم سالها بعد کمک کرد وقتی داشت شبکه‌های جنایی خودش رو راه اندازی می‌کرد، شبکه‌های خلافکاریش رو. تیم‌های روانشناسی هم اتفاقا نقش خیلی مهمی داشتن کنار اون کلاهبردارا که می‌نشستن. این میشه که راه میفته میره ماکائو که به پایتخت قمار آسیا مشهور بود اون موقع. اقامت دائم میگیره و با سازوکار پیچیده کازینوها آشنا میشه. میفهمه این کازینوها یه ساختمونای شیکی هن که رو زمینن، ولی پشت اون ماجرا یا زیر زمین یه شبکه پیچیده اقتصاد سیاه در واقع وجود داره. پولشویی های گسترده‌ای تو این حوزه داره اتفاق میفته و سیستم اعطای اعتبار به قماربازها و روش‌های جذب مشتریای VIP، اون چی میگن فوت کوزه‌گری، اون خامه روی کیکی بود که این باید برای خودش یاد میگرفت. ولی ماکائو تحت نظر گروه‌های مافیایی قدیمی و سنتی و تثبیت شده بود. همچنین دولت چین هم نظارت خیلی کامل و جدی داشت. ولی ژائو تو این فضا که خب سخت بود براش رشد کردن، یه رویایی رو برای خودش در نظر گرفته بود که من فقط نمیخوام چند تا کازینو برای خودم داشته باشم، من میخوام رهبر بلا منازع یه منطقه‌ای بشم، یه چیزی باشه همه چیزش در اختیار من باشه، یه منطقه، یه مکانی مال من باشه، نمیخوام صرفاً یه تاجر معمولی باشم. اینجاست که فصل دوم زندگیش آغاز میشه. 2001 تا 2005
این رفته بود تو شهر مرزی مونگلا توی ایالت شان میانمار. یه جای خودمختار بود و یه جنگ سالاری بود به اسم سایلئون و ارتش خودش رو داشت. یه گروه شبه نظامی داشت این سای که اونجا رو مدیریت میکرد. اینجا این ژائو میره یه شرکت سرگرمی تأسیس میکنه به اسم لندن اینترتینمنت. میشه یکی از بزرگترین کازینوهای منطقه. یه برندی هم داشت، بلو شیلد، سپر آبی. با اونام همکاری میکرد، یعنی اون گروه سای نیروهای چپ نظامی رو در اختیارش میگذاشتن که امنیت تجاری و اون حفاظت مالی و فیزیکی رو از اینها بر عهده بگیرن. اینا هم پول میداد به اونها، یه همکاری متقابلی داشت. خیلی هم براش گرفت. سالهایی بود که خیلی مثلا تجربه جالبی بود حضور توی کازینوها برای مردم اون منطقه و خیلی هم رشد کرد. حتی نه تنها کلی شهروند از چین می اومدن اینجا برای تفریح و اشغال، بلکه مقامات چینی هم حتی پاشون باز شده بود و حتی بعدا مشخص شد از بودجه های عمومی میزدن برای اینکه بیان اینجا تو کازینوها شرکت بکنن، یه پولی ببرن، یه حالی بکنن، لذت ببرن. این اشتباهی بود که تو این دوره انجام داد. یعنی تا الان فکر میکرد خب دیگه من مدیر اقتصادی این منطقه‌ام، یه گروه شبه نظامی هم هست که داریم با هم همکاری میکنیم، پس اتفاقی برای من نمیفته و من پیش میرم. ولی وقتی مشتری‌ها سرازیر شدن خصوصا از چین، مثلا چند سالم پیش رفت به همون 2005 که رسید، دولت پکن خیلی اعتراض کرد. یعنی به دستش میرسید که چقدر فساد داره اتفاق میفته، چقدر مردم چین دارن اینجا پولشون رو نابود میکنن. این شد که بسیار عصبانی شدن از این ژائو و گفتن اصلا تو حق همچین کاری رو نداری. مرز رو بستن روی این، بعد اون شبکه‌های اقتصادیش رو زدن. عملا اقتصاد کازینوهای این فرد فلج شد اونجا و این ادامه همون رویاش بود. یه درس دیگه هم تو این دور از زندگیش میگیره اینجا و میفهمه که آقا من داشتن 4 تا نیرو شبه نظامی در برابر دولت چین که اصلا کاری انجام نمیده برای من. پس نه تنها باید خودم مالک بلا منازعه باشم، خودم باید همه کاره باشم، بلکه باید یه پوشش تجاری هم داشته باشم برای این. چه زمانی؟ 20 سال پیشه. الان خیلی از این گروه ها و سندیکاهای مافیایی و کلاهبرداری و اینها این مدلی کار انجام میدن، ولی این 20 سال پیش تازه داشته آزمون و خطا میکرده و طی اون همه سال این درس رو یاد گرفت که تو باید قانونی در ظاهر کار بکنی که دولت ها کاری نداشته باشن. از اونجا دیگه میبره، میفهمه اینجا هم جایی نیست که بتونم توش حاضر بشم. میره توی همون جمهوری دموکراتیک خلق لاوس، جایی که اون منطقه مثلث طلایی وجود داشت که یکی از فقیرترین کشورهای منطقه هم بود. عملا از 2007 به بعد فصل بعدی زندگی ژائو شروع میشه و اونم اینه که میره با دولت لاوس یه قرارداد 99 ساله میبنده. یه پول کلانی بهشون میده، میگه اینجا این منطقه مثلث طلایی مال من باشه برای 99 سال. برای دولت لاوس هم خیلی جذاب بود. زمانی بود که تشنه سرمایه‌گذاری خارجی بود. اون همون ابتدا 87 میلیون دلار پول برد، ظرف یه مدتی کردش 2 میلیارد دلار و این هی افزایش پیدا می‌کرد دیگه، تا جایی این پیش رفت که عملاً 500 تا شرکت خارجی از کشورهای گوناگون می اومدن برای سرمایه‌گذاری و کار گرفتن از این ژائو در اون منطقه. یه هلدینگی هم راه اندازی کرده بود به اسم کینگز رومنز گروپ که البته اینو توی هنگ کنگ تأسیس کرده بود، ثبت کرده بود در واقع، و مدیریت و کنترل این منطقه مثلث طلایی رو سپرده بود به این هلدینگ. ساختار مالکیت اون منطقه هم اینجوری بود، 80% مال ژائو بود، 20% هم قرار بود مال دولت باشه. خیلی هم لاوسی‌ها تبلیغش رو می‌کردن که آقا ببینید ما یه همچین پروژه‌ای رو جذب کردیم، بقیه هم میتونن بیان. به نظرشون خیلی فرصت خوبی بود، ولی نمیدونستن که این آدم با چه پیشینه‌ای، با چه تجربه‌ای داره میاد و چه برنامه‌ای داره. برنامه ژائو این بود که کم کم پای مقامات لاوس رو از این منطقه ببره و مال خودش بکنه، ولی خب زمان برد پیاده سازی این توطئه و طی ماه‌ها انجامش هم داد. عملاً شد یک دولت شهر خودمختار که خود ژائو براش قانون مینوشت. از اون به بعد هر کسی که میخواست وارد این منطقه بشه، لب مرز مقامات مهاجرتی لاوس اون گذرنامه اون فرد رو مهر میکردن و از اون لحظه به بعد دیگه کاری نبودن اونها، همه چیز دست نیروهای این فرد بود. یه ساختار حاکمیتی طراحی کرد. جالب این هم
اومد گفت اولا باید فرهنگ و اقتصاد اینجا کاملا چینی بشه، زبان رسمی در این دولت شهر من باید چینی باشه، ساعتها به وقت لاوس نیست، به وقت پکنه، واحد پول یوانه. از جاده های مرزی لاوس که وارد می شدی عملا انگار وارد چین شده بودی. حتی این با درسی که از اون ماکائو گرفته بود اومد پلیس لاوس و ارتشش رو زد کنار و نیروی امنیت عمومی خودش رو راه اندازی کرد. بعدن دیگه اگر پلیس و ارتش لاوس میخواست وارد شه تو این منطقه باید مجوز میگرفت. حتی یونیفرمی هم که برای این نیروهای امنیت عمومی خودش طراحی کرد مدل یونیفرم پلیس چین بود. اینا هم نظم و امنیت رو بر عهده داشتن، هم اگر اختلافاتی رخ میداد بهش رسیدگی میکردن، هم چون دائما اعتصابات رخ میداد بعدن که حالا اون ماجراها پیش میاد کارگرهای و در واقع برده هاشون هی فرار میکردن و اینا یکی از کاراشون گیر انداختن و تنبیه این افراد بود. هنوز اینجا اصل ماجرا تو سالهای اول شروع نشده ها، ولی مرحله به مرحله خب این آدم رشد کرده تو این کارش. در ابتدا گفتم کازینو و قمار و اینها بود، پولشویی و چیزهای از این قبیل. رفته رفته اومد اون منطقه رو کرد یک هاب بین المللی و یک شبکه چند لایه جنایی برای اینکه یک انبار و مرکز توزیع هروئین و متامفتامین و اینها بود. دو، قاچاق انسان. سه، قاچاق حیات وحش. این خیلی سر و صدا پا کرد. مثلا اینا از طریق این تجارت واقعا سیاه می اومدن روی نقشه اون منطقه یه سری جاها رو علامت می زدن که آقا اینجا باغ وحشه و مردم نباید واردش بشن، ولی اونجا کشتارگاه ها بود، اونجا مزارع پرورش غیرقانونی مثلا خرس سیاه آسیایی بود، مثلا ببرهای در انقراض بود. تو رستوران های منطقه گوشتی که سرو میشد گوشت حیوانات وحشی بود، بیشتر البته اینا رو برای مشتریای وی آی پی میذاشتن. مثلا یه چیزی خودشون رو انداخته بودن شراب استخون ببر، گفتن این شراب استخون ببر قدرت جنسی تو رو زیاد میکنه و پولهای کلان میگرفتن، پوست ببر میفروختن، شاخ کرگدن قاچاق میکردن. همینا باعث شد دیگه سالها بعد امریکا این گروه و این سازمان رو برد توی لیست سازمانهای جنایی فراملی، چون آسیبشون به امریکا هم داشت میرسید. و نهایتا فصل آخره و اوج زندگی شروع شد، خورد به دوران کرونا. خب یه خورده اصلا وضعیت تغییر کرد دیگه. مگه چقدر مثلا آدم میتونست جذب کنه اونجا که بیان تو کازینوها و اینها پول در بیارن، تو رستوران‌هاش غذا بخورن؟ این یک. در کنارش دولت چین دوباره روی اینها تمرکز کرده بود، میگفت این قاچاق و قمار و اینها کلی ارز داره از کشور چین خارج میکنه، کلی شهروند دارن میان اونجا پول خرج میکنن، فشارها رو دوباره بیشتر کرد. و همه این مسائل باعث شد مثلا از 2018 اینا عملا دیگه این رفت به سمت کسادی، بازار خاصی که این توی منطقه مثلث اقتصادی طراحی کرده بود. ولی نشست فکر کرد و حالا با استفاده از اون تجربیاتی که تو اون منطقه توی کامبوج، میامار، جاهای مختلف کم کم داشت شروع میشد، یه زمزمه هایی بود که آقا ما میتونیم کلاهبرداری کنیم از مردم بدون اینکه هویتمون لو بره. چیزی که بعدن الان دیگه ما به اسم پروار خوک میشناسیم، پیگ باچرینگ، گفتم قبلا در موردش تو همین کانال ویدیوش رو منتشر کردم. و این چقدر فرصت خوبیه، چقدر شرایط فراهمه، میتونه کلی نیروی کار ارزان بگیره، در کنارش یه زیرساخت آیتی خیلی خفن بیاره، کلی کامپیوتر، پرداخت مبتنی بر بلاکچین هم اوج گرفته بود، خیلی شرایط براش راحت تر شده بود که اصلا ردی به جا نذاره. و بعد به این درکم رسید که آقا ما برای اینکه بخوایم موفق این کار رو انجام بدیم باید عملا مهندسی اجتماعی بکنیم. یعنی یه طرف باید حالت بردهداری باشه، نیروی کار رو بیاریم برده کنیم، یه طرف هم قربانیان که باید مهندسی اجتماعی بشن. برای این کار ما باید از روانشناسا کمک بگیریم، نیروهای محلی که بیان با ما در ازای یه پولی همکاری بکنن. 3 فاز رو طراحی کرد برای اینکه بتونه کلاهبرداری رو انجام بده. دیگه اون کازینوها و قمار و اینها چیز شده دیگه، کساد شده. تمرکزش باید رو این باشه، کلی هم سرمایه وارد کرده، همچنان اینجا طبق قرارداد دستشه و باید یه پول کلان در بیاره دوباره. گفت ما طی این 3 فاز کار رو پیش میبریم. اولین فاز باید فاز پرورش باشه، پرورشی که بهش میگن دیگه پرورش خوکلان. می اومدن با استفاده از هوش مصنوعی که حالا این بعدن مثلا اون موقع اوایل هنوز هوش مصنوعی مثل الان نشده بود، الان راحت تر انجامش میدن، اون موقع بیشتر از تصاویر واقعی افراد استفاده میکردن، میدزدیدن. مثلا یه آدمی یه
جای دیگه مثلا امریکای لاتین طرف یه عکسی از خودش منتشر کرده، اینا اون عکس رو میدوزن، حالا یه خورده تغییرش هم میدادن و پروفایل سازی های خفنی میکردن. مثلا آدم‌هایی رو اینا طراحی میکردن توی لینکدین، به ظاهر یا روی آدم خیلی موفق، یه تاجر، یه بیزنسمن، یه مشاور اقتصادی، در حالی که اصلا این آدم وجود نداشت. تو اپ‌های دوستیابی مثل تیندر و اینها خیلی فعال بودن، واتساپ هم دیگه اصلا شد یه ابزار مهمی برای اینها و افرادی که آموزش میدیدن رو می آوردن به جای اون پروفایله، به جای اون آدم مثلا خفنه، شروع میکرد ارتباط گرفتن با قربانیان و مثلا پرورش میداد قربانی رو، ماها هفته ها وقت میگذاشت باهاش یک رابطه عاطفی دوستی عمیق رو مبتنی بر اعتماد ایجاد میکرد. فاز دومی که طراحی کرد هدایت بود که چطور به اون فرد این رو القا کنی که آقا من به عنوان کسی که شغلم اینه، اطلاعات دارم، یه سری فرصت‌های خوب تو ذهنم هست، اگر پولی داری بی استفاده است، دنبال پول در آوردنی، بیا کریپتو خیلی رشد کرده، طلا داره اینجوری میشه اونجوری میشه، من اصلا هیچ هم ازت نمیخوام، بهت پلتفرم معرفی میکنم، پلتفرمم رسمی قانونی سایت داره فلان داره، تو میری پولتو میریزی اونجا و اینا ماهانه بهت سود میدن، همه چی هم قانونی و هیچ مشکلی هم، کلی هم مجوز ردیف میکردن که همش هم ساختگی بود. و نهایتا فاز سوم هم فاز سلاخی بود. این پلتفرما در واقع جعلی بود، تیم‌های آیتی همین مافیای این فرد کد نویسیشون کرده بود، هی پول بیشتر میگرفتن و همیشه هم پایان کار اینجوری بود، طرف چند تا برداشت میزد در خوشبینانه ترین حالت و از یه جایی بعد میگفتن خب حالا مثلا تو باید یه مالیاتی هم بدی برای پرداخت اون آخراش، چون یه مشکلی پیش اومده انقدر باید پول بدی، تا اونجایی که جاداش از طرف پول میگرفتن و نهایتا هم بلاک و تموم میرفتن سراغ فرد دیگه. باز برای چندمین بار یه مانع بزرگی که سر راهش قرار گرفت دولت چین بود. صدها هزار شهروند چینی رو اینها بازداشت کردن به خاطر اینکه داشتن با اینها همکاری میکردن. فقط آماری که هست مثلا سال 2023 64 میلیارد دلار سود کسب کرده بودن اینها. امریکا آماری که داد تو همون حوالی طی یک سال 5.6 میلیارد دلار خسارت مستقیم مردم آمریکا بود به عنوان کسانی که قربانی شده بودن برای این سندیکا. ولی چین نمیتونست این رو تحمل بکنه، بیخ گوشش هم بود. در نتیجه آخرین تغییر روی کرد و تغییر تاکتیکی که ژائو داد این بود، اومد مستقیم و غیر مستقیم به مقامات چینی این رو گفت که آقا ما از این به بعد اصلا کاری با شما نداریم، ما فقط قربانیان خودمون رو از غرب آسیا، از اروپا، خاورمیانه، امریکا، استرالیا اینها پیدا میکنیم. اونجا پر آدماییه که طرف یه ارثی بهش رسیده، یه شرایطی داره، اصلا افسرده هم هست، خیلی راحت عاشق میشه، خیلی راحت احساساتش فعال میشه، ما دیگه فقط با اونا کار داریم. اسمش هم گذاشت رویکرد کلاهبرداری وطن پرستانه، ترجمهش همچین چیزی میشه. و این شد که دیگه چین هم باهاش کاری نداشت از 2020 به بعد تقریبا. ولی یه طرفش این مسلخ دیجیتال بود که قبلا میگم چون توی یه ویدیو بهش پرداختیم، من خیلی چیزا رو دیگه نمیگم که چه بلایایی سر افراد اومد، چه افرادی قربانی شدن، چطوری آدم ها اینقدر راحت اعتماد میکنن به یک کسی که نمیشناسن، چرا حاضر میشه پولای سنگینی رو بیاره توی پلتفرمی که اصلا اطلاعی ازش نداره سرمایه گذاری بکنه. اینا رو قبلا کامل پرداختیم بهشون. ولی گفتم یه طرفش هم بردهداری مدرنی بود که تو این کمپ ها تو اون منطقه داشت اتفاق میافتاد، اینم خیلی تکان دهنده بود. اینا نیاز داشتن هزاران نیروی کار ارزان قیمت، مطیع و متخصص، خیلی چیز دیگه، یعنی تو همزمان یکی میخوای هم تخصص داشته باشه، کلی زبان بلد باشه، مطیعت هم باشه و پول آنچنانی هم بهش ندی. پس برای این کار خیلی باید مدل پیشرفته‌ای رو استفاده میکردن دیگه، یعنی نمیتونستن نیروی قانونی و مثلا خفن بردارن از اروپا و امریکا بیارن. رفتن به این سمت آقا ما میایم توی فیسبوک، تو تلگرام، تو اپ‌های مختلف یه سری آگهی میذاریم برای شغل، بیشترم تمرکز میکنیم رو جوامعی که فقیرن، جوامعی که مثلا درآمد دلاری خیلی براش مهمه و نیاز دارن آدم‌ها، شغلی هم وجود نداره و اتفاقا میریم سراغ قشر متخصص، دانشگاه رفته. اینم یکی از چیزای مهمش بود، آدم بی سواد به درد اینا نمیخورد تو اون حوزه. اینا رو جذب میکنیم، حتی بهشون بلیط هم میدیم، یعنی آقا ما میگیم تو یه شرکتی باید بیای توی تایلند، یه مصاحبه حضوری باید بگیریم. قبلش هم حالا یه خورده مثلا ادا در می آوردن که ما داریم بررسی میکنیم، میگفتن آقا خب ما تو رو پذیرفتیم، همه ویژگی‌هایی که ما میخوایم رو داری تو.
این پول پاشو بیا تایلند تو فلان شهر، یه شرکت قانونی، اینم عکسش، اینم مدیرش، بیا اینجا یه صحبتی بکنیم، اگر خوب بود بمون اینجا، همه چی هم بهت میدیم. و همشون بلا استثنا این تجربه رو دارن، اونه که حالا موفق شدن فرار بکنن، که به محض اینکه میرسیدن توی یک مدت کوتاهی این رو یهو بدون اینکه بفهمه کجا دارن میرن میبردن توی یک منطقه مرزی، تو همون مرز تایلند، رودخونه مکونگ، بلافاصله انتقالش میدادن به داخل مثلث اقتصادی و دیگه این آدم شده بود برده اینها. توی یک روز همه چیز عوض میشد براش. حداقل 300,000 نفر رو از 66 تا کشور مختلف جذب کردن، از ویتنام، فیلیپین، مالزی بگیر تا خاورمیانه، من جمله سوریه. سوریه خیلی قربانی داشت. تو پرانتز خیلی تحقیق کردم ببینم آیا قربانی شناخته شده‌ای هست که ایرانی هم باشه یا نه، نرسیدم بهش. حدس میزنم حتما باشه، به خاطر وضعیت ایران حتما بوده همچین کسانی تو قربانی های دیجیتالی، پیک باچرینگ که حتما بوده، از خیلی ها رو میشناسیم که این اتفاق براشون افتاده زیادن. ولی تو اینایی که رفتن اونجا و گیر افتادن تو کمپ ها ندیدم اسمی، ولی حدس میزنم باید باشن، زیادم باید باشن. خیلی دارم در واقع راجع به این بیشتر تحقیق میکنم. اگر حالا شما هم اطلاعاتی داشتید حتما بگید بهم، میتونه خیلی آموزنده باشه برای دیگران. به محض اینکه آدم‌ها وارد می‌شدن مدارکشون رو می‌گرفتن و آدمه تبدیل می‌شد فقط به یک کد پرسنلی و ابزار تولید ثروت برای ژائووی. تصاویری که اومد، توصیف‌هایی که شده از اونجا، برج‌های اداری خیلی بزرگی رو نشون میده که عمدتاً پنجره‌هاشون مسدود شده، شبیه یک زندان، دیوارها مرتفع، حصار سیم خاردار اطراف کشیدن، کلی نگهبان مسلح شبانه روز دارن نگهبانی میدن، کلی دوربین مداربسته هست. بعداً هم که هوش مصنوعی عمومی تر شد و قدرت گرفت، خیلی از هوش مصنوعی برای کنترل اینها استفاده کردن. وقتی طرف رو قانع میکردن یا مجبورش میکردن به هر طریقی که تو باید با ما همکاری بکنی، یه برنامه‌ای شروع میشد. همزمان هم شستشوی مغزی میدادن که آقا تو کار بدی نمی‌کنی و بمون اینجا، کلی پول در میاری، واسه خانوادت پول میفرستی، تو الان برگردی 1000 تا اتفاق برات میفته. تهدیدم میکردن، چون خیلی از اینها رو اگر متخصص بود که نگه می‌داشتن، اگر نه یا میفروختنش به سازمان‌های دیگه، کم کم زیاد شدن دیگه تو اون مناطق، کشورهای اطراف، یا حتی قاچاق اعضای بدن رخ میداد، بدنش رو مثلا میفروختن به جاهای مختلف و هزاران بلا سر آدم می آوردن. ولی اگر متخصص بود و نهایتا میپذیرفت که بمونه، شروع میشد آموزش‌های چند ماهه، زبان هم باید بیشتر یاد میگرفتن و همین تکنیک‌های نزدیک شدن با آدم‌ها، چطوری اعتمادشون رو جلب کنی، چطوری هدایتشون بکنی، چطوری ادا در بیاری. تو یه مردی ولی قراره در واقع ادای یک زن رو در بیاری که اون رو عاشق خودت بکنی. خیلی کار پیشرفته‌ایه دیگه، یعنی واقعا یه کاری که مثلا سازمان‌های اطلاعاتی در پیچیده‌ترین برنامه‌هاشون انجام میدن. اونا هم مثلا برای یه عده اینا در روز باید با هزاران نفر اینجوری همکاری می‌کردن، مخشون رو می‌زدن و قربانی می‌کردن. بعد مشخص شد اینا سهمیه تعیین کرده بودن. مثلا یکی از کسانی که فرار کرد گفته بود که برای من سهمیه ماهانه $15,000 تعیین کرده بود. اگر سر ماه میشد من اینقدر پول در آورده بودم که تشویقم میکردن، اگر بیشتر در آورده بودم به هم پاداش هم میدادن. در غیر این صورت اسم اینا میرفت توی لیستی که باید تنبیه بشن. دو حالت هم داشت. بار اول مثلا تنبیه های کوچیک اینجوری بود، چون اینا صبحگاه داشتن، مثلا ارتش تو صبحگاه این آدمایی که ناموفق بودن رو می آوردن جلوی جمع، تنبیه، تحقیر میکردن که طرف به خودش بیاد مثلا. ولی اگر خیلی طرف ناتوان بود میرفت کنار فراری ها. 2 تا گروه بودن که اصلا اینا دیگه کارشون ساخته بود اینجا. یک، اونایی که فرار میکردن ولی گیر میافتادن. 2، اینایی که نمیتونستن پول در بیارن، عملا ناتوان بود. شکنجه های مختلفی گفته شده سر اینها می آوردن همین تیم های امنیتی که ژائووی راه اندازی کرده بود. از اینکه طرفو مدت ها مینداختن توی یک سلول انفرادی تاریک، چند هفته طرف میموند و دچار فروپاشی روانی میشد و دیگه فرار کردن اصلا براش بی‌معنی میشد همچین کسی. بدتر از اون شکنجه های فیزیکی، خیلی هاشون گفتن ما رو با شوکر میزدن، خیلی هاشون گفتن ما رو از سقف آویزون میکردن. یه عدهشون رو حتی اگر فکر میکردن خانواده ممکنه پولی داشته باشه باج میگرفتن از خانواده برای اینکه آزادش بکنن. اگر هم اینجوری نبود که گفتم مثلا میدادن میرفت، از بدنش هم حتی پول در می آوردن. اما خب طی این سالها، تا همین 1-2 سال پیش، خیلی از این سازمان‌های حقوق بشری
حالا کشورهای مختلف تمرکز کردن روی اینها. خبرنگاران تحقیقاتی اومدن کار کردن راجع به اینها، حتی موفق شدن با یه سری از افراد در داخل پناهگاه‌ها ارتباط بگیرن و با عنوان نفوذی استفاده کنن و کمک کنن که اون فرار بکنه و کلی اطلاعات بیاره بیرون. همه اینها به مرور فشار جهانی رو افزایش داد. حتی باز چین دوباره مجبور شد فشار بیاره و به آگوست 2024 که رسید، زیر این حجمه قانونی و فشارها و اینها، یه روزی ژائو وی توی یک مجمعی در لاوس که داشت سخنرانی میکرد چی گفت من از این به بعد دستور میدم تمام این گروه‌های مافیایی که دارن توی این منطقه مثلث اقتصادی کار میکنن جمع کنن و برن. طرف خودش مبدع این بود، خودش پدرخوانده این بود، خودش همه پولا رو به جیب میزد، ولی اینجوری ادا در می آورد و خیلی سخنرانیش هم مثلا گرفت و رسانه‌ها منتشر کردن. بعدش بلافاصله پلیس یورش برد، خیلی از این کمپ ها رو گرفتن، باز کردن، خیلی از این افراد دیپورت شدن، چین، ویتنام، جاهای مختلف، و در ظاهر بسته شد. در حالی که اینها دوباره تغییر تاکتیک دادن. چی بود؟ فهمید که آقا دیگه نمیشه، حتی با پوشش قانونی هم دیگه نمیشه تو این وضعیت. پس به جای اینکه متمرکز باشیم میریم سراغ هسته‌های پراکنده. توی کامبوج، توی میانمار، توی جاهای مختلف ما فقط گروه‌های پراکنده، حتی تیم‌های 4-5 نفری باید کار بکنن دیگه. کمپی به اون معنی خیلی نیست. هستا تو مثلا کامبوج هنوز هست، توی میانمار هنوز هست، ولی خیلی کمتر شد. اون مرکزیت از بین رفت. منطقه مثلث اقتصادی که این اجاره کرده بود هنوز وجود داره، ولی این مدلی دیگه کار نمی‌کنن. و در کنارش خود ژائو هم به این سمت رفت که پول خودش رو وارد بازارهای مالی قانونی اروپا بکنه، اینجوری پولشویی بکنه. و حتی این ویروس دیگه پخش شد. یعنی دیگه فقط ژائو نیست. الان توی آنگولا، توی نیجریه، جاهای مختلف دائما افراد هی دارن بازداشت میشن، کم کم دارن لو میرن، ولی اندازه اون بیشتر هم دارن میشن. کاملا پخشش ویروسی بود. همین گروه‌های پراکنده‌ای که توی کامبوج و میانمار و اینها راه اندازی کرد، در بسیارشون نزدیک مرز با تایلندن. دولت تایلند اومد هم اینترنت رو قطع کرد تو اون مناطق مرزی، هم برق و بس روشون. ولی اینها وقتی پول باشه خب میشه فهمید دیگه چه کارایی میتونن بکنن. کلی ماهواره استارلینک خریدن، اینترنت ماهواره‌ای. مشخص شد اینها به روش‌های گوناگون میان کابل برق میکشن از داخل خاک تایلند، از روی رودخونه مکونگ وارد مناطق خودشون میکنن، روش‌های گوناگون که مثلا لو نرن، و اینجوری تا الان خودشون رو زنده نگه داشتن، ولی خب پراکنده شدن. نکتهش در اینه دیگه که همچنان شهرهای جنایی سایبری وجود داره، اسکم سیتی، شهرهای کلاهبرداری. این مورد مشهورترین موردش بود، ولی خیلی مواردی که هست که شاید هنوز دولت‌هاشون هم متوجه نشده باشن. خود این آدم همچنان داره به کارهاش ادامه میده. دولت لاوس چند سال پیش به این یه مدال درجه 3 داد برای اینکه تو توسعه اون منطقه کار کرده. یعنی این مسئله‌ایه تو خیلی از مناطق جهان، مثلا افریقا، مثل جنوب شرق آسیا، که دولت‌ها ضعیفن و مناطق خودمختار زیادی وجود داره، همچنان اینها حضور دارن و همچنان با پروفایل های خیلی جذاب دارن به کارهاشون ادامه میدن. و هنوزم ژائو وی حاکم محلی اون منطقه باقی مونده و باید دید از این رو بعد چه کار میخواد بکنه با اتفاقاتی که اخیراً افتاده و خیلی ها دستگیر شدن. اگر دوست داشتید میشه سراغ افرادی بریم که فرار کردن از اونجا. گزارش های مختلفی هست که خیلی موفق شدن فرار بکنن. اونا هم داستان جذابی دارن توشون، حالا بستگی به اینکه شما علاقه داشته باشید بشنوید یا نه. مرسی همراه هم بودید، امیدوارم مفید واقع شده باشه. حتما ویدیوی پیک باچرینگ رو اگر ندیدید تماشا بکنید و فعلا بدرود.